برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت خودروهای نوشماره به وبسایت fcs.niopdc.ir وارد شده و بر روی گزینه ورود به سیستم ثبت نام کلیک نمایید. اگر از قبل در این سامانه ثبت نام داشته اید، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شوید. در غیر این صورت با کلیک بر روی ثبت نام حقیقی، کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه خود را وارد نمایید. با کلیک بر روی دکمه ادامه، مشخصات شما نمایش داده شده و یک کد به شماره همراه وارد شده ارسال می شود. پس از وارد نمودن کد پیامک شده، بر روی دکمه تایید کلیک نمایید. در کادر سبز رنگی که ظاهر می شود، پیام ثبت نام شما با موفقیت تکمیل گردید نمایش داده شده و نام کاربری و رمز عبور برای شما پیامک می شود. نام کاربری و رمز عبور پیامک شده را وارد بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک کنید. کد پیامک شده به تلفن خود را نیز در کادر مشخص شده وارد و دوباره بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید. پس از ورود به سیستم، از گزینه‌های سمت راست بر روی عملیات کلیک کرده و سپس از منوی باز شده بر روی ثبت درخواست جدید کلیک نمایید. در صفحه باز شده لازم است شماره شناسه برگ سبز خود را که در قسمت بالایی سمت چپ آن درج شده است، شماره شاسی یا وی‌آی‌ان، همچنین شماره پلاک خودرو را وارد نمایید. پس از وارد کردن اطلاعات، بر روی دکمه بررسی و ادامه کلیک نمایید. در صورت صحت اطلاعات، مشخصات خودرو به شما نمایش داده می شود. حال در قسمت اطلاعات پستی، کد پستی خود را وارد نموده و بر روی استعلام کد پستی کلیک نمایید. آدرس محل مورد نظر شما به صورت خودکار نمایش داده می شود. در صورت صحیح بودن نشانی، بر روی تایید کد پستی کلیک نمایید. در این فاصله نیز سیستم به صورت خودکار استعلام‌های مربوط به صدور کارت سوخت از جمله استعلام بیمه شخص ثالث خودروی شما را انجام داده است. بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید. در صفحه باز شده بر روی تسویه با درگاه بانکی کلیک کنید. حال با انتخاب درگاه اینترنتی وارد صفحه پرداخت می‌شوید که لازم است با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود و پرداخت وجه هزینه صدور کارت را پرداخت نمایید. پس از مشاهده پیام پرداخت با موفقیت انجام شد، می توانید بر روی دکمه ادامه کلیک کرده یا از منوی عملیات بر روی پیگیری درخواست‌ها کلیک نمایید. در صفحه باز شده درخواست مربوط به خودروی مورد نظر خود را پیدا کنید و بر روی گزینه پیگیری درخواست کلیک کنید. در صفحه باز شده یک بار می توانید اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و در مرحله آخر نیز با کلیک بر روی گزینه تایید اطلاعات فوق و ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت بر روی صفحه پیام ثبت اطلاعات با موفقیت انجام شد را دریافت کنید. همچنین پس از ثبت نام موفق درخواست، یک پیامک تایید برای شما ارسال می‌گردد.